آبریزش بینی، اشکریزش چشم‌ها، سرفه، عطسه، خارش بینی و همچنین گلو همه میتونه از علامت‌های آلرژی فصلی و یا حساسیت فصلی باشه. آلرژی فصلی علت‌های مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا گرده‌های گل‌ها و گیاهان در فصل‌های پاییز و بهار، مایت‌ها که موجودات میکروسکوپی هستند که بر روی تخت‌ها یا فرش وجود دارن و همچنین پوست و پرزموی حیوانات. با چند راهکار ساده میشه جلوی آلرژی فصلی رو گرفت. یک، شستشوی بینی و دهان با محلول سالین یا همون آب نمک معمولی. دو، پرهیز از مصرف دخانیات. سه، پرهیز از در معرض قرار گرفتن در برابر مواد آلرژن و یا حساسیت‌زا. برای درمان آلرژی فصلی می شود از آنتی هیستامین ها استفاده کرد. آنتی هیستامین ها دو دسته هستند، نسل یک و نسل دو. نسل یک مثل دیفنهیدرامین، هیدروکسیزین علامت های خواب آلودگی میدن، در حالی که آنتی هیستامین های نسل دوم مثل نئوتادین، سیتریزین، لوراتادین و همچنین فکسوفنادین این علامت ها را ندارند. برای کنترل آلرژی و حساسیت فصلی می شود از آنتی هیستامین ها یک بار در روز و در صورتی که شدیدتر باشه می شود 2 بار در روز استفاده کرد.